ناصر اینجام. حالت خوبه؟ سراغ تو هم اومدن؟ این یعنی یاماچ خیلی چیزا رو فهمیده. چطور تونسته بفهمه امرا؟ یعنی ما رو تعقیب میکرده؟ ما رو، بارتولو رو، سلیمو، احتمالا هممون رو تعقیب کرده. سریع خبرشون کن، باید فوری جلسه بذاریم. آقایون زیاد نمیتونم بمونم. نیازی نیست بارتولو بیاد. همه چی رو براش تعریف کردم. 1. مخفی میشین. 2. یه جا جمع نمیشین، فقط با گوشی در ارتباط باشین. تو رو هم میدونه؟ به نظر من که میدونه. حتی من میگم سلیم همه چی رو داده. سلیم نظرت در مورد حدسم چیه؟ اینو بدون که اگه چند دقیقه دیگه یه مش آدم مسلح بریزن اینجا، اول تو میمیری. پس با توجه به اون حرف بزن. تو کم و بیش یاماچو میشناسی. به نظرت اگه میدونست من الان میتونستم اینجا باشم؟ در ضمن اینم بگم که نیازی نیست یک گله آدم بفرسته، چون تکتیر انداز داره. برادرت خیلی خوب میدونه، میخوای از اون بپرس. راست میگه. آقایون نباید میشد اما شد. دستتون رو شد. ممکنه دست هممون رو بشه. برای همین باید از امروز نهایت استفاده رو بکنیم. ناظم، امروز هر کاری بکنیم مفیده. هر کاری از دستت برمیاد بکن. باید همین امروز حمله کنیم. چاره دیگه ای نداریم. باید تا جایی که میتونیم فکر یاماچو به هم بریزیم. باید نهایت تلاش خودمون رو بکنیم. یعنی آقایون، یا امروز آخرین روز گوداله و یا آخرین روز ما. تصمیم با شماست. صبح بخیر دخترم. سعادت کجاست؟ یکم حالش خوب نبود. بهش گفتم استراحت کن، من کارا رو انجام میدم. دخترم الان خیلی زوده. برای چی بیدار شدی؟ خوابم نبرد بابا. باشه دخترم. به خودت اومدی؟ صبح بخیر. بیدار شدم. نگران نباش، دیگه تکرار نمیشه. نگران چیزی نیستم، چون میدونم اگه یه بار دیگه تکرار بشه چیکار میکنم. زن و بچت اومدن؟ جلسون رفته دنبالشون، یکم دیگه میرسن. تونستین یکم استراحت کنین زنده داشت؟ استراحت کردیم. خوبه آدم حال هواش عوض بشه. آره خیلی خوبه. شاید یه مسائلی بوده که نتونسته بودین در موردش حرف بزنین، اونجا تونستی. یه حرفایی هم هست که نتونستیم بزنیم. بعضی حرفا بهتره رو در رو گفته بشه، مگه نه؟ جلاسو، تو حواست به رانندگیت باشه. بلایی که آخرین بار سرمون آوردی یادم نرفته. حواسم به رانندگی زنده داشت. صبح همگی بخیر. صبح تو هم بخیر دخترم. آجر زنمو چرا انقدر زود بیدار شدی؟ خوشتیپم. اکشی
تو دیروز تو اتاق آبجی سعادت نرفتی؟ نه. بشین. چرا بشین برم؟ پسرم. حالا که نمیتونیم تو خونه بخوابیم، حالا که رو تختیم دنده میشیم، بهتره پاشیم صبح زود بریم مغازمون رو باز کنیم. مگه نه مدد؟ مدد مدد. بله داداش. پسر مدد، تو از دست من چیا که نکشیدی؟ این چه حرفیه داداش؟ نه وقتی میگم کشیده یعنی کشیده. سعادت کجاست؟ یکم ناخوش احواله، احتمالا سرما خورده. این دختر یه چیزی شده. سعادت به این راحتی ها مریض نمیشه. آجر، تو دیروز تو اتاق سعادت نرفتی؟ نه. سلام نوش جان. سلام دخترم، خوش اومدین. فراریا اومدن. چه به موقع رسیدین؟ بشینین، خیلی وقت بود همه دور هم نبودیم. سانا دخترم برو شوهرت هم بیدار کن، اونم بیاد، همه با هم باشیم. من میرم زنمو، تو بمون. تا کن. جلاسون تو هم بشین پسرم، 2 تا لقمه صبحونه بخور، بعد با هم میریم. بیا جلسون بیا، بشین سر جای من صبحانم میگی بشین سر جات، چه ربطی داره؟ همه صبحونه بخورم بعد همه با هم میریم. صبح همگی بخیر. صبح داداش نیست؟ هنوز بیدار نشده. خیر باشه. بابا در مورد قضیه چیه؟ باید دربارش حرف بزنیم. عمو جون صبح بخیر. صبح بخیر. بیام تو؟ بیا تو، چرا دم در وایسادی؟ بیا ببینم. خوش اومدی. کی اومدین؟ خیلی ممنون، چند دقیقه پیش رسیدیم. خوش اومدین. همه دارن پایین صبحونه میخورن. بابا بزرگ گفت عمو جونتم صدا کن بیاد. سنا همه چی اون آماده کرده، باید ببینی چه صبحونه‌ای درست کرده. خودش میخواست بیاد دنبالت، اما من میخواستم یه چیزی بهت بگم، برای همین من اومدم. بگو ببینم. آکشین و جلسون همدیگر رو دوست دارن. آره. یعنی چی؟ تو میدونستی؟ آدم باید کور باشه علاقه این دوتا رو نبینه کارو جا. خب مدد بچه های ما پکو جان.
داداش هنوز زوده. ما معمولا زودتر از ساعت 10 نمیام اینجا. مادر یه چایی بگی بیا. چشم داداش. به به، شانس تو من خیلی دوست دارم. دستا بالا، دستا بالا، دستا بالا، دستا بالا ببینم. تو دیگه کی هستی؟ دیوونه ای؟ دایی منو یادت نمیاد؟ همین دیروز سرمو میکردی تو آب و در میآوردی. خب میخوای چیکار کنی؟ آها هرچی همراهت در بیارو بذار روی میز. زود باش، زود باش. میدونی من چی فکر کردم پسر؟ گفتم حواسم جمع باشه. گفتم حتما آدمات قبل از خودت میان. فکر میکردم دسترسی به تو سخت باشه. بعدش فکر کردم که من که یه مرده به حساب میام. کار تو رم تموم کنم برم. ها؟ نقشه خوبی کشیدم. الان یکیتونو گرفتم. نوبت اون یکیه. آره آها راستی، اون یکی کجاست؟ ها؟ چی میگی عمو جون؟ میتونیم انجام بدیم؟ تو راجع به این قضیه با آکشین حرف زدی؟ نه هنوز حرف نزدم، اما مطمئنم اون نمیگه نه. ولی زنداداشم میگه. قبلا یه بار گفته. عیبی نداره، به وقتش باش حرف میزنیم. میشه امروز بابا با بزرگ حرف بزنی عمو جون؟ داداش اوه امروز همه دلشون برای من تنگ شده. بیا تو، ما هم داشتیم درباره تو حرف میزدیم. نه داداش، میشه یه لحظه بیای بیرون؟ داداش داخل بخوریم یا میاییم بیرون؟ بیرون هوا خیلی خوبه. مدد هوا خوبه، اما بهتره تو باشی. داداش تو اصلا زحمت نکش، اونا رو بذار زمین. برو یاماشو صدا کن. زود باش. باشه داغه بخورین حال کنین. زود باش زود باش. خدا یا خدا. داداش دیشب برای مهمونی دعوتش کردم نیومد. گفت میخوام با بابام تنها باشم. صبح شنیدیم کشته شده. دستتو جمالی، وای جمالی. خیلی بد شد. الان پسر کجاست؟ مشکل همینجاست داداش. زنگ میزنم جواب نمیده. دیشب از بچهای خودمون کلی اسلحه گرفته. قبلا آورده بودمش گودال. بچه‌ها میشناختنش، اونا بهم گفتن. چیا گرفته؟ چیا که نگرفته داداش، همه چیو گرفته. از طرفی هم یارو حق داره. یعنی اگه بابای منم کشته بودن منم. اوف جلاسون منو ببخش، اصلا حواسم نبود داداش. نمیخواستم یادت بندازم. اشکالی نداره. داداش یه مورد ضروری پیش اومده. بله. سلام آقای یاماچ، ازگی هستم. دکتر سنگان. میشه بعدم باهاتون تماس بگیرم خانم دکتر؟ الان تو شرایط خیلی بدیم. باشه حتما. بابا تو نیا. بذار یه صحبتی بکنم. بذار یه نگاهی بندازیم. اگه دیدیم از پسش بر نمیای میگم بیای صحبت کنی. باشه؟ کمال تو پیش بابا بمون، شما هم بمونین بچه‌ها. باشه؟ گفتم نیاین دیگه. میبخشی داداش، من میام. اوف فقط تو همینجا. تو هم همینجا بمون داداش. همینجا بمون. مدد. داداشم
آها خوشی اومدی. اتفاقا همین الان ذکر خیرت بود. چه خبره پسر؟ تو خبر نداری؟ بابا مرد داداش، اونم کنار خودم. اون بی وجدانی که زد گفت داداش جمالی سلام داره. منظورش داداش عزیز شماها بود. من هیچ ارتباطی ندارم. چطوری نداری؟ تو وارتولویی، همون وارتولویی که کمال همیشه در موردش میگفت. مگه بابای تو ادریس کوچوالی نیست؟ اون موضوع پیچیده. دهنتو ببند عوضی. گور به گور بشین خودتون و خانواده هاتون. پاشو اسلحه‌تو در بیار بنداز کنار. زود باش. برو بیرون، برو را بیافت، برو. هی زود باش. تو هم را بیافت، زود باش. برو گم شو، زود باش سریع‌تر. پسر دیوونه بازی در نیار جم، به خودت بیا. آروم، ساکت. اوه بابا شما هم که اینجایی. خوبه، خیلی خوبه، خیلی. نگاه کن، خوب برای آخرین بار قشنگ نگاه کن. قشنگ قیافه هاشون رو نگاه کن. اون پسر جمالی عوضی بابای منو کشته. منم میخوام این یکی پسراتو بکشم. برای بار آخر ببینشون. ما باید بریم. زود باشین سوارشین ببینم. سوار شو. بابا سالم برین کنار. کمال بابا بذاریم برن. آروم باش. پدرتو در میارم، گندش بزنم. بارتولو یه سوالی دارم. تو چند تا از اینا داری؟ راستش تو پارکینگ خونه 3-4 تایی هست. آخه میدوزدنشون، دزدی میکنن، اسلحه میفروشن. اینجوری میشه که روابط خراب میشه. راستشو بگم حسودیم میشه. بخیل نباش، برو کار کن تا هم داشته باشی. نه ماشینو نمیگم، شریکاتو میگم. کاشکی منم همچین شریکایی داشتم. از برادرت بخوا، اون برات تهیه میکنه. برادر تو هم هست بارتولو؟ غیر اینه؟ اگه برادر من بود کنارم وامیستاد. تو هم الان شهر به شهر میگشتی، دور دنیا رو میگشتی برای برگزاری کنسرت راک اند رولیت. چقدر خوبه که همه دور همیم. خیلی وقت بود فرصتش پیش نیامده بود. هی کاش میشد برگردیم به روزای گذشته. برمیگردیم دخترم، چیزی نمونده. همه چی مثل سابق قشنگ میشه. به امید خدا. قسم بخور. قسم میخورم. گفت حرف میزنیم. یهو جلسون اومد گفت کار پیش اومده، وگرنه میشست باش حرف میزد. من به جای تو هم حرف زدم، گفتم آکشین راضیه اما دیوونه ای کارا جا، کاش بشه. آجر واقعا تو نرفتی تو اتاق آبجی سعادت؟ به خدا نرفتم زنمو. من برای چی باید برم اونجا؟
سنا زود باش بیا. دخترا شما هم بیاین. ماشین ظرفشویی رو روشن کنم میام. کمک کنی زودتر تمومش کنی. عزیزم سنا بهت چی گفت؟ درباره اتفاقای دیروز پرسید. آجر آجر بیا پسرم، برو پیش آبجی سعادت بگو انگشتونه مامانم پیش تو مونده، بگیر بیار. انگشتونه همون انگشتره؟ نه این فرق میکنه، نقره‌ای رنگه. سر انگوش میذاری که با سوزن کار میکنی سوزن تو دستت نره. خب یه چیزی شبیه استوانه است. رو لباس عروسی آبجی سعادت کار میکردم، اونجا جا گذاشتم. خودش میدونه پسرم، ازش بگیر بیار. آفرین، خودشه. آبجی سعادت، آبجی. آبجی سعادت، آبجی. نقره‌ای سوزن توش نمیره، شبیه استوانه است. پیدات کردم شیطون. پیدات کردم. پیدا کردم. پیدا کردی؟ سعادت نبود؟ نه، کشوها رو گشتم برداشتم. پسرم، گشتن وسایل بقیه کار خوبی نیست. دیگه تکرار نکن. اون چیه تو دستت؟ نه هیچی، چیزی نیست. بدش به من، بدش. پسرم تو چی کار کردی؟ کنجکاو شدم ببینم چیه، به خودم خواستم بذارم سر جاش. این چیه؟ به تو ربطی نداره. تو درس مرس نداری؟ برو به درسات برس. برو ببینم. آجر بیا اینجا. درباره این موضوع به کسی چیزی نمیگی، حتی آکشین. باشه؟ به هیچ کس. باشه. خیلی خوب، برو دیگه. تو بهش چی گفتی؟ گفتم نمیدونم، همون جوری که تو گفته بودی. آفرین پسرم. زود باشین پیاده شین. زود باشین دیگه. تو هم راه بیافت، زود باش. اینو بزنی. جیم چی کار میکنی پسر؟ گفتم بزنیم به دستتون. جیم بازیگر نقش اول اکشن. بخش هیجان انگیز ماجرا. میدونین که من عاشق کارهای هیجان انگیزم.
آقایون میخوام بهتون دروازه‌بانی یاد بدم ها. حتما قبلا توی کوچه فوتبال بازی کردین. کدومتون دروازه‌بانی بلده؟ من که بلد نیستم. منم دفاعم خوب بود. پس یاد بگیرین آقایون. رنگ عوض کردیم. چی کار میکنی مرتی که روانی؟ چیزی نشده که. بیاین بیرون بازی رو خراب نکنید. اینجوری گند زدیم به بازی. چقدر مسخره این. کجا میخواین فرار کنین آخه؟ جد تو آبادتو میارم جلوی چشتا. بابا الان من این وسط چه گناهی کردم مرتی که روانی؟ کی بابای منو دزدید ها؟ من فقط دزدیدمش. داداش این کشتش. اگه تو بابای منو نمی دزدیدی من قبل اون شب میدیدمش راهیش میکردم بره. جومالی هم دیگه دستش بهش نمیرسید. راست میگه دیگه. تو یکی دهنتو ببند. تو اصلا حرف نزن. میدونستی داداش دنبال بابای منه مگه نه؟ میتونستی بگی داداش یماچ. میتونستی جلوشو بگیری داداش یماچ. ها؟ تو چی کار کردی؟ ها؟ رو تو برگردون یا از داداشت حمایت کردی؟ داری اشتباه. یماچ این دیوانه زبون آدمیزاد حالش نمیشه را بیافت. یا خدا بدو حرف بزن پسر، حرف بزن. قربونت برم من. تو کی باشی مرتی که؟ داداش جون اول اونو بگیر. بنال ببینم تو کی هستی. منم از گودالم. شما رو دیدم تاب نیوردم. پشت ماشین قایم شدم و اومدم. اگه این دوتا عوضی جلوی چشمام نمیمردن هیچ وقت خودم رو نمیبخشیدن. ببین اون آبیه رو میبینی که موهاش آب و جارو کرده؟ بابای منم کشته. اون وریه موبورم گفت انتقامشو میگیرن. همینطور که داری میبینی کنار هم مثل دوتا برادر وایستدن. برای همین ببخش وقتی داری اینا رو میکشی من باید باشم ببینم. جلاسون چی کار میکنی پسر؟ بازی دیگه داره نقش بازی میکنه. دروغ میگم مرتی که؟ اگه دروغ میگم بگو دروغه. چقدر این مردم آزار دادین اما چون کوچوالی هستین هیچ کس صداش در نیامد. داشتی از دروازه‌بانی حرف می‌زدی. میشه بگی چطوریه؟ اینطوریه داداشم نگاه. شوتش کن طرف دروازه. ایول میمیرم برای این روشت. چی شد؟ مثل اینکه بازی در کار نبوده. جلسون چی کار میکنه؟ چرا بیشتر ارسشو در میاری پسر؟ حالا وایسا این تازه خوباشه. یکی دیگه بنداز بعدشم یکی خالی کن تو مخشونو بری. بخواب آره حلش کردیم بابا تموم شد. ما خوبیم خطری نیست.
بچه هم خوبه. یکم درگیر شدیم اما الان همه چی خوبه، حل شد. جلسون اینجا بود. آره. برات تعریف میکنم بعدم با تماس بگیرم. بفرمایید. آقا یاماش وقت دارین؟ اگه مزاحم شدم یه وقت دیگه تماس بگیرم. نه خواهش میکنم، اختیار دارین. شما بفرمایید خانم دکتر. در مورد سانا خانوم یه مسئله مهمی پیش اومده. بله بفرمایید، گوشم با شماست. چه مشکلی پیش اومده؟ آها. چی شد جلسون؟ یکم پیش داشتی بمب شوت میکردی. تو فکر میکنی من نمیترسم؟ قبلا نمیترسیدی. ترسیدن رو یاد گرفتم. خیلی وقت منو یادت رفته. درد تو دقیقا همینه. از مردن نمیترسی. میدونی دلیلش چیه؟ چون هیچ کسی رو نداری. من برادر دارم. اگه من بمیرم سر اونا چی میاد؟ آره از مردن میترسم. تو چی؟ بابا ادریس اومده اینجا، خواسته یه آشیونه بسازه، یه خانواده ای داشته باشه. تو اومدی که اینجا رو صاحب بشی، که دستور بدی. زمانی که اون اومده تنها بوده، تو هم تنهایی. اما درد تو این نیست که آشیونه ای بسازی یا خانواده ای تشکیل بدی. البته این تقصیر تو نیست، درک میکنم، سرنوشته. اما تو نمیدونی معنی خانواده چیه. اگه میدونستی اینجوری چشم بسته رفتار نمی کردی، به عواقبش فکر می کردی. من همیشه میگم آخرش چی میشه، چه جوری تموم میشه. تو اینو کم داری. برای همینه اگه صاحب گودال بشی دو حالت پیش میاد. یا تو گودال رو نابود میکنی یا گودال تو رو نابود میکنه. آش تو اینجا نمیپزه. یک دو سه ناکاوت. حرفاتو شنیدم. واقعا میترسی؟ میترسم داداش، دروغ ندارم بگم. خیلی خوب باشه، پس برو لباس عوض کن بیا. کت شلوار تمیز داری؟ چه خبره داداش؟ جواب بده پسر. دارم داداش. خوبه، برو بپوش، منتظرم باش. داداش چه خبره؟ نمیخوای چیزی بگی؟ قراره واسه آکشین خواستگار بیاد. چی داری میگی داداش؟ منم کنار خواستگارم. ببینیم واقعا میترسی یا نه. پاشو وارتلو. کیه؟ سوار شو جلسون، سوار شو. این مال منه. نه بدش به من، مال منه. نه خیره مال منه. مال منه بابا، میگم مال منه. پسرم جیغ و داد نکنی. من که با شما نیستم، هنوز غذاتون تمام نشده، زود باشین بخوریم. باشه مامان. خیلی خوب، حرفت درسته، اما اگه مشکلی پیش بیاد چی؟
هر وقت خواستی برو. کسی بهت نمیگه که به زور بمون. نمیدونم، فقط همین خونه برام مونده. اگه اونم چیزیش بشه. راست میگی. آره من به این فکر نکرده بودم. نه اینکه من 1000 تا خونه و باغ و کارخونه دارم. منم شرایطم مثل توی دختر. دیگه واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم. ببین هنوز چند روزم نشده این همه پول بهم دادن. دختر این واقعیه؟ من آدم پولکی نیستم خدیجه. یکم پول جمع کنم این کار رو تعطیل میکنم. بدهی خونه تموم بشه سند رو تحویل میگیرم. اینجوری نگام نکن، منم میترسیدم. بفرمایید. یه کار کوچیکی دارم، سریع انجامش میدم میام. بفرمایید بشینید. آقا نکنین لطفاً. این آدم خطرناکه. نفهمیدم. تو داری رو حرف من حرف میزنی؟ اما این بار فقط دادن داروی اشتباه نیست، زندانی کردنشه. اگه بفهمه همه اینا نقش است هر دوتامونو میکشه. زانو بزن. من هر کاری بگم همونو انجام میدی. اون آدم خطرناکه. من کیم؟ سرورمی. من کیم؟ سرور منی. بفرمایید آقای ماش، بفرمایید داخل. سمت چپ. ببخشید که شما رو اینجوری عجله‌ای آوردم اینجا، اما واقعا یه موضوعی هست که فکر میکنم مهمه. بفرمایید، گوشم با شماست. میدونید که من توی کلینیک کار نمی کنم. معمولا مریضای من با مشکلات خفیفتری مراجعه میکنن. راستش بخواین خیلی وقت بود با بیماری مثل سنا خانوم برخورد نکرده بودم. متوجهم. و من فکر میکردم با دارو مشاوره حالشون بهتر بشه و اینو با شما در میون گذاشته بودم. دلم میخواست با یکی از همکارامم مشورت کنم و دیشب با یکی از همکارام که توی کلینیک کار میکنه مفصل صحبت کردم، وضعیت رو براشون توضیح دادم. ایشون برای بیمار، یعنی همسرتون، تشخیص دادن که بهتره بستری بشن. یعنی واضح‌تر بگم بهتره تحت مراقبت‌های ویژه باشن، مدام باید تحت نظر باشن، الکتروشوک درمانی بشن
همراه با روانپزشکی. باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این اتفاق بیفته، قبل از اینکه به خودش یا شخص دیگه‌ای صدمه بزنه. بهتره که کارت ایشونو به شما بدم. میتونین باهاشون قرار ملاقات بذارین. ببینین، شما رو من پیدا نکردم، همسرم پیدا کرده. تا الانم صدام در نیومده. به نظرم دارین زیاده روی میکنین. شما متوجه نیستین که چی دارین میگین. بابت تمام زحمتایی که کشیدین ازتون ممنونم، اما از الان به بعد میخوام سنا رو ببرم پیش یه دکتر دیگه. چرا که نه؟ حق طبیعی شماست. اما من مجددا پیشنهاد میکنم یه بار همکار منو ملاقات کنین، حداقل برای یه ویزیت ساده. و باور کنین منم به فکر سلامتی سنا هستم. راه خروج و بلدم. خودتو بیشتر نیاز داری بستری شی. هر کاری از دستم برمی اومد کردم قربان. الو داداش، من اومدم. خلاصه این که کت شلوار پوشیدم دیگه. باشه، منتظر باش، دارم میام. باشه داداش، منتظرتم. نخندین. ای خدا. جلسون چه خبره؟ نمیدونم زنده داشت، خودم هم نمیدونم. دستوره. خدا ازت راضی باشه. حالت خوبه؟ درد نداری؟ دارواتو خوردی؟ آره خوردم، خوبم. کاش این اتفاق نمی افتاد. هر چقدرم عذرخواهی کنم کافی نیست، میدونم. من از دست تو عصبانی نیستم. یعنی هرچی باشه تو حال خودت نبودی، تو خودت نبودی. الان حالت خوبه سنا؟ بهتری؟ خیلی بهترم. الان یه مدت اینجوریم. تا یه زمانی از روز هیچ خبری نیست، بعدش شروع میشه. حسانسیونا. یعنی چی؟ توهم، اما خیلی واقعی‌این. من دیروز تو رو ندیدم. یه نفر رو دیدم که به من حمله کرده بود. میدونی دیگه کیو میبینم؟ کیو؟ عیسی رو. توبه. حرفای عجیب غریب بهم میگه. بذار اینطوری فکر کنیم. با توجه به اینکه میدونی این چیزا توهم هستن، یعنی داری خوب میشی، مگه نه؟ انگار اینطوریه. سنا فدات شم، حتما دارویی که دکتر داده رو به موقع بخور. آخه دیدن عیسی دیگه یعنی چی؟